2000 سال پیش نویسندگان دوران باستان فهرستی از باشکوه‌ترین بناهای موجود آن روزگار را تدوین کردند. این بناها به عنوان عجایب هفتگانه جهان شناخته می شوند. در مصر اهرام غول‌پیکر شهر گیزا و فانوس دریایی فاروس در اسکندریه واقع شده بود. در سرزمین اصلی یونان مجسمه زئوس از عاج در المپیا قرار داشت و شهر قدرتمند بابل با سرپیچی از طبیعت باغ‌های معلق را در خود جای داده بود. عبادتگاه ارتمیس در افسوس ترکیه که معبدی منحصر به فرد در جهان به شمار می آمد. مقبره پادشاه ماسالوس معروف به ماسالم با صدها تندیس در اندازه‌های واقعی و بنایی سر به فلک کشیده بر فراز جزیره رودس کولوسوس، عظیم‌ترین مجسمه برنزی که تا آن زمان ساخته شده بود. همه آنها به استثنای یکی تخریب شده، مورد چپاول قرار گرفته و یا به کلی از میان رفتند. آنها در پس قرون و اعصار 20 قرن اسطوره‌سازی پنهان شدند. اکنون محققان به مکان‌هایی باز می‌گردند که روزی این شگفتی‌ها پابرجا بودند و مأموریتشان پژوهش درباره عجایب هفتگانه جهان بوده است. Oh, wow. It's absolutely mind-boggling. This is amazing. We actually have a piece of one of the 7 wonders of the ancient world. سرزمین‌هایی که توسط زمین لرزه‌ها از هم شکافته شدند، در زیر دریا مدفون گردیدند یا از ساختمان‌های دنیای مدرن پوشیده شدند. آنها به دنبال نشانه‌هایی هستند تا این بناها را دوباره کنار هم قرار دهند. آنها شواهدی از فناوری پیشرفته در مقیاس‌های باور نکردنی را خواهند یافت. این دنیای فراموش شده عجایب هفتگانه باستان است. عجایب هفتگانه جهان.